در جنگلی سرسبز و وسیع، سنجاب کوچکی کنجکاو به نام ویو زندگی می‌کرد. ویو همیشه در جستجوی اسرار پنهان جنگل بود. یک روز در حالی که از میان درختان بلند رفت، یک نور درخشان را در فاصله دور دید. ویو با شیفتگی از میان برگه‌های مرطوب و گل‌های پرجم و جوش راه پیدا کرد تا به درختی باستانی و بلند رسید. ویو که در میان ریشه‌های در هم پیچیده درخت قرار گرفته، سنگ درخشان را کشف کرد که از رنگ‌های طلایی و آبی تابش می‌شد. وقتی ویو سنگ را لمس کرد، جنگل با صداهای شگفت انگیز زنده شد. آواز پرندگان، نسوز ملایم و خنده دوستان جنگلی. ویو قدرت برقراری ارتباط با حیوانات را به دست آورد.